بارسلونا گرفت؟ یکم بچرخان. کیو؟ بارسلونا. بابا رفتیم بالا آنتن بچرخان دیگه. خب باشه. الان چی؟ یکم دیگه بچرخان. بابا انقدر چرخاندن بارسلونا از اسپانیا جدا شد. یکم دیگه. یکم دیگه؟ الان من خودم رزوه شدم. حالا چی؟ گرفت؟ آره گرفت. بیا پایین. ای جانم ای جان، امشب بارسلون آتالاتیکو تلیتش میکنه. اتلتیکو تی جانه قربان. چی میگی تو آقا؟ من خودم میدانم. آقا جان آمدی؟ پا دارم میرم. کجا بودین آقا سفتر؟ والا اسی جان رفته بودم کاپشن بخرم. ای دست درد نکنه آقا جان، راضی به زحمتتان نبودم. واسه تو کفم میخواستم بگیرم نداشتن پسر. کاپشن واسه خودم میخواستم. قربان اون محبتتان برم که با تریلی هم نمیشه جمعش کرد. آقا جون خودمی. اسی جان ها تی بلند میستر بگو. فقط تو مجازی اطلاع رسانی کن بابا که آقا تو رو به ارواح پدرتون تو خیابون ماسکاتون رو نندازین. چرا آقا سفتر؟ بابا 3 بار اتوبوس پیاده شدم فکر کردم پوله. واقعا به فکر ما ندارا نیستم. آقا سفتر جان آقا سفتر، آخه نگفتی بالاخره این کاپشن تو خریدی یا نه؟ والا میخواستم یه کاپشن توسی بخرم بابا. فروشنده گفت 1,700,000. حساب کردم دیدم تا آخر سال 11 بار سرما بخورم، یه دفعه هم آپاندیس عمل کنم ارزون تر میفته. زدم بیرون. خوب کاری کردی آقا جان. خودم میدونم پسر. ها مگه 100 بار بهت نگفتم صدا و سیمای آخوندی رو روشن نکن؟ تیوی ریش واسه مغز و اعصابت ضرر داره. آخه امشب بارسلون بازی داره، به خاطر فوتبال روشنش کردم. سلام بینندگان عزیز، قبل از بازی بارسلون اول باید به چند خبر ولایی گوش کنید و الا از فوتبال خبری نمی باشد. بنالدی زود تمامش بکن. حضرت آیت الله زل القالی حضرت امام خامنه ای یه قطار 6 واگنی میخواد که اسم این مفنگی رو بکشه. داشتم میگفتم امام خامنه ای در دیدار با دانشجویان بسیجی فرمودند در بعضی از دانشگاه‌ها عناصری هستند که جوان نخبه رو تشویق میکنن به ترک کشور. من صریح میگم این خیانت دوستی به اون جوانم نیست. بچه بیا پایین سرمون درد گرفت. اینجا چی میدن به نخبه؟ پراید؟ آخه طرف ناراحته که چرا نخبه ها مهاجرت به کار توی اسنپ ترجیح میدن. اوزی مفنگی خوب تو برو تا دیگه کسی نره. بینندگان عزیز، به خبر فوری که همینک به دستم رسید توجه کنید. وحیدی عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت بعد از بیانات متزلزل القالی موج ورود نخبگان به کشور در حال افزایش است. آری فوش دارن میان، اصلا مسیر فرودگاه ترافیک شده. بهش بگو تو که راست بگی. اگه اسم یکی از اون تخمه‌هارم بگی ما قبول میکنیم. ببینم شفشو بالاخره اون فوتبال پخش میکنی یا نه؟ نه اصلا بینندگان عزیز، الان پخش سخنرانی آیت‌الله جنتی در مورد پیدایش زمین پخش می شود. فوتبال متبال هم تعطیله. آیت‌الله جنتی متزلزل القالی. اینم برای اون باقالی. آخ سرم، آهای ماند، از عمد زدی یا شوخی؟ عمدی. خوب کردین چون اصلا حوصله شوخی نداشتم. بینندگان عزیز شبتون بخیر.